من بلند میشم میگم خدایا خودت امروز رو زیرسان باش، میرم توش، یا علی از تو مدد. با 3 چیز این نگاه رو از ما گرفتند. یک، بانک ها. من میگم ما دشمنانمون مشخصه. یه دشمن خارجی داریم که خب بیان ما داریم می‌جنگیم چندین سال از اول انقلاب با این مردم و با این ملت و با این استراتژی و با این راهبرد و با این نگاه مشکل داریم می‌جنگیم. اون که وضعیتش مشخصه. یک دشمن نفوذی داریم که بانک ها دشمن نفوذی مردم هستن. بانک ها دشمن بالقوه و بالفعل مردم هستن. آمدن نان مردم رو حرام کردن، آمدن پول مردم رو نجس کردن و نگاهشون بر این بود که در با این خب یه دشمنی داریم مثلا توی دنیا معروفه به بانکداری، من اسمش هم نمیارم ولی خب مشخصه اینا بانکداره. خب با همون روش ما داریم بانکداری میکنیم. و این بانکداری اسلامی که میگیم چی آجی؟ داریم میگه. من سوالات شما پرسیدم. من خودم وام نمیگیرم. نه، بانک ما در ایران به معنای واقعی همون بانکداری ربوی و غربی است.